ویزای استارتاپ کانادا یکی از مسیرهای مهاجرتی برای اقامت دائمه که حداقل الزامات رو داره. از مزایای این ویزا میتونیم به عدم محدودیت سنی، نیاز به نمره زبان نسبتاً پایین آیلتس 5، امکان دریافت مجوز کار در حین بررسی درخواست اقامت دائم، ورود به کانادا حتی قبل از دریافت اقامت دائم و همچنین امکان اخذ اقامت دائم برای تمام اعضای خانواده اشاره کرد. از طریق این برنامه حداکثر 5 نفر میتونن به عنوان اعضای یک کسب و کار مشترک برای اقامت دائم اقدام کنن. همچنین اعضای ضروری گروه میتونن پیش از دریافت اقامت دائم با ویزای کار استارتاپ وارد کانادا بشن. نکته مهم اینه که پس از دریافت اقامت دائم از طریق برنامه استارتاپ دیگه الزامی به ادامه اجرای پروژه نخواهید داشت. اگر ایده نوآورانه‌ای برای این برنامه ندارین، ما به شما کمک میکنیم تا ایده مناسب و همسو با الزامات استارتاپ انتخاب کنید. همچنین اگر ایده‌ای دارین اما مطمئن نیستین که با شرایط این برنامه سازگار هست یا نه، میتونین با ما مشاوره کنین تا تیم ما از مرحله ایده پردازی تا اجرا همراهتون باشه. تیم مهاجرتی ما در تمام مسیر کنار شما خواهد بود.